اطاعت ها و عبادت ها در ماه رمضان. سوال نوبتی: آیا عبادت ها دو جهت دارند؟ عملی و اخلاص، یعنی قبول پذیرش هر عبادت با دو نوع است؟ بله. جهت اول آن عبادتی که بنده انجام می‌دهد از روزه و غیر روزه باید این را با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی انجام بدهد که برای الله او بنده را پاداش می‌دهد. دوم، این عملی که انجام می‌دهد این عمل مطابقت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، چون یکی با دیگری نیست. اگر انسان روزه داشت از برای الله روزه داشت، ولی که روزه داشته اش مطابقت سنت پیامبر نکرد، روزه اش فاسد میگردد. اگر انسان به خاطر آن را مطابقت سنت پیامبر انجام داد ولی که اخلاص را از دست داد، به خاطر الله آن کار را انجام نداد، پس عملش پذیرفته نمیشد. پس برای هر قبول هر عمل این دو چیز لازم است: اخلاص و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس آیا مسلمانان در عبادت‌های خود به دیگران مانند میشوند یا که از آنها فرق میکنند؟ از لحاظ ظاهری عمل بله، اجرای آن به دیگران مانند میشوند، ولی در مسئله پاداش جزا فرق دارد. مثلا دو انسان روزه می‌دارد، یکی مسلمان دیگری کافر. مسلمان روزه می‌دارد، الله پاداش او را می‌دهد و با سبب آن سبب مغفرت گناهان بنده می‌گردد، ولی که کافر که روزه می‌دارد و عمل او حبط است و پذیرفته نمی‌شود، چون هر عمل بعد اسلام پذیرفته می‌شود. اما از لحاظ ظاهری عمل هر دو روزه می‌گیرند. پس سوال نوبتی خطرناک: آیا ممکن است که مسلمان عبادت را انجام بدهد ولی که در نزد الله قبول نشود؟ این خطرناک است. مسلمان عمل را عبادت را انجام می‌دهد ولی که در نزد الله پذیرفته نمی‌شود. بله، اگر کسی که در عبادت خود هر نوع عبادت اگر در آن اخلاص را از دست بدهد به خاطر الله انجام ندهد، عبادت او حبطه می‌گردد، چون عبادتش در ظاهر درست ولی که در باطن فاسد شده است. پس کدام عملها و گفتارها در ماه رمضان باید بیشتر زیاد انجام داده شود؟ اولا نمازهای فرضی در وقت انجام داده شود، سپس با اضافه نمازهای فرضی نمازهای نافله شبانه روزی، سپس صدقه بر فقیران و بیچارگان، زکات مال و قرائت قرآن و نگاه داشتن رابطه خویشتباری، رشته خویشتباری و اگر توان داشته باشد عمره و امر بر معروف نماید، نهی از منکر نماید و از هر عملی که الله امر کرده است بر آن اطاعت نماید و از هر عملی که الله نهی کرده است از آن دوری بجوید. پس آیا ثواب عمره در ماه رمضان از دیگر ماه‌ها فرق می‌کند؟ بله، ثواب عمره از دیگر ماه‌ها ددیده فرق می‌کند. رسول الله فرموده که عمره در رمضان برابر حج است و در دیگر روایت گفتند عمره در رمضان برابر حج کردن با من است. عمره در رمضان برابر حج کردن است و عمره در رمضان برابر حج کردن با من است گفتند صلی الله علیه و سلم در روایت بخاری. پس آیا ثواب روزه، آیا ثواب عمره در ماه رمضان بر روزهای خاص قرار دادن این ماه رمضان رو بر حج بر عمره جایز است؟ نه، فرق نمی‌کند. در تمام روزهای رمضان اگر انسان عمره نماید، عمره او خالص از برای الله باشد، پذیرفته می‌شود و ثواب او برابر حج است. حدیثی که بخاری در باز ذکر نمودیم و گویا اینکه او با همراهی پیامبر حج کرده است. اما مخصوص کردن تعیین کردن روزهای خاص عمره برای روزهای معین در ماه رمضان این مشروع و جایز نیست. اما کسی که نیت عمره داشت ولی بنابر بیماری و که سببهای دیگر نتوانست روزه را بدارد، آیا وی ثواب دارد؟ بله، با فضل و کرم الله او بنده از ثواب محروم نمی شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثلاث لا ترد دعوتهم. در اینجا گفتن که رسول الله هرگاه بنده بیمار می شود یا که مسافر می گردد در سفر است، الله برای او مثل همان عملهای صالح را که هنگام اقامت و صحت انجام داد نوشته می کند. یعنی بنده اگر نیت عمره کرده، نیت روزه داشتن داشت ولیکن با سبب بیماری یا که در سفر نتوانست، الله این اجر و پاداش رو برای این بنده پوره و کامل کتابت میکند. روایت احمد. و در حدیث آمده است که هر کسی اگر روزه‌دار را افطار بدهد برایش مثل ثواب اوست، بدون اینکه از ثواب این بنده روزه دهنده هیچ چیز کم نمیشود. روزه خورنده. پس هر کسی که در ماه مبارک رمضان روزه‌دار را افطار بدهد علاوه بر اینکه اجر و پاداش میگیرد و از ثواب او هیچ چیزی هم کم نمیشود. پس سوال نوبتی: آیا در ماه رمضان با خواندن قرآن دقت مخصوص دادن این سنت است؟
آیا در ماه رمضان بر خواندن قرآن دقت مخصوص دادن این سنت است؟ بله، این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، زیرا جبرائیل علیه السلام هر رمضان بر او قرآن را مراجعت میکرد، تکرار میکرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس آیا در ماه رمضان ختم قرآن کردن ثواب دارد؟ بله، در ماه رمضان هر اجر و پاداش دوچند داده میشود، بلکه زیاده از این. اما حکم ختم قرآن کرده ثوابش را بر مردگان بخشیدن در این ماه که غیر این رمضان چیست؟ پس بخشیدن این قرآن بر مردگان بیچارگان این از راه روش پیامبر و صحابگان و سلف صالح نبود و باید یادآور شویم که آن چیزی که از هدیه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود نباید آن را انجام داد، چون رسول الله گفتند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی هر عمل را انجام بدهد که او را ما نگفتیم نکردیم پس به مردود است. پس ثواب خود برامو خودی بنده تلاوت کننده میرسد، چون رسول الله تاکید کردند اقرأ القرآن، قرآن بخونید فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. این قرآن برای صاحب شفاعت کننده میآید. سوال نوادی بعضیها قرآن را زیاده از یک بار ختم میکنند، یعنی که چندین بارها آن را ختم میکنند و ثواب آنها را میفروشند تا آن را همچون هدیه به نزدیکانشان، با پدران و مادرانشان، بر خویشتوانشان ببخشند، هدیه کنند. حکم این چی است؟ این عمل حکمش چی است؟ این کار یک کاری عجیب است امروز در این جامعه پیدا شده است. از جمله بدعت نوآوری است که بعضی از مردم به خاطر کیسه های خود از دین، از قرآن سوء استفاده کردن و گمراه شدن و گمراه کردن. هیچ اساس در شریعت اسلام دارد و مورد فریفته این قرآن فروشان نشوید. پس آیا برای ختم قرآن یک حدی معینی هست؟ پس رمضان ماه قرآن است. رمضان ماه قرآن است و تنها مقصد زود ختم کردن قرآن است، بلکه مقصد خواندن قرآن با اخلاص، با تدبر و فهم و درک آن است. بارک الله فیکم.